لوازم آشپزخونه در خراب شده. حالا مثلا اومدی اینجا دنبال کف قیمت، الان قیمت میگیریم اینجا، یه قسمت هم میخریم مثلا فرمانیه، به قرآن اگه ارزون‌تر باشه. امروز روز 16 میخوایم بریم چهارراستی روز، یکی از ترین خطه های تهران. کار نمیکنن، همین فقط میشینن تا بری رد شی. سوال هم میپرسی پاپیچ هم میشی جوابتو نمیدن، یعنی یهو اخ میکنن که یعنی برو گم شو بیرونم مغازه، حوصله‌تو ندارم. بریم ببینیم چی گیره اون میاد. قابلمه روی میخوایم بعد مثلا دور دنیا رو چرخیده و کتاب نوشته، مستندش هم 4 قسمت بذارشه. بعد این رفته بود ایتالیا، روغن زیتون مثلا داشت میگفت چجوری درست میکنن. هسته زیتونا رو مرتب میچینن، دوباره یه لایه نمیدونم تنظیف پارچه، دوباره هسته تنظیف مثلا یهو میشه 1000 لایه، خب بیشتر از اینا. هی روغن بعد روش چوب سنگی میزنن، دوباره چوب سنگی، دوباره چوب، دوباره. بعد این فشار وزن روغن زیتونه رو در میاره. بعد خب این معلومه، خب این میفهمه که باید اینو چجوری استفاده کنه دیگه. اون الان چند وقت باید صبر کنه اون روغن در بیاد اینجا. ولی نه، اینجا اصلا کسی نمیدونه روغن زیتون چیه، روغن کانولا چیه، همش یکی، چون همش یکیه. اینجا اسانس داره نهایتا که مثلا یه ذره بوش فرق کنه یا تهش رنگش فرق، وگرنه داستانی نداره اینجا. اینقدر همه چی کارخونه سالت، فت، اسید، هیت، هر قسمتش راجع به یه دونه اینه. استفاده های نمک چقدر حیوونی تو. خب ما اونوری برو دیگه. نگاه بعد تو به این میخوای بفهمونی مثلا برنج نریز زمین، نمک نریز زمین، اسراف نکن. خندیده این کار بکن جونش یارو به میخوای مثلا نمک و روغن میگه A few moments later. بعد آره حاجی، این مثلا یه خیلی راجع به نمک توضیح میده که توی آشپزی یه چیزی هست میگن نمک رو به گوشت و مثلا مرغ بزنی صفر میکنه. بعد مثلا قشنگ ایرانیان خیلی چیزن، یعنی مثلا بری خونه به مامان بزرگا بگی مثلا اینجوری که نزن نمک نزن صفر میشه، نکن فلان. ولی این اینجوریه که نه، بزن این اول صفر میشه، بعد میره تو بافت گوشته بازش میکنه، شلش میکنه. یعنی میزنی باید صبر کنی، مثلا به اینقدر گوشته مثلا گاو نمک میزنی، آره خب یه ساعت اول صفره، ولی یه روز بعد اصل جنسه. بعد مثلا همین داستانای اینا رو میگه و خیلی باحاله، خیلی باحال. بعد خودش هم چون ایرانیه همه چی دیده دیگه. تو آشپزی ایران همه چی هست، یعنی هر چی اینجا هست همه جا دیگه میبینی. اینقدر پره اینجا، مواد اولیه خفن و نمیدونم ادویه ها و یه خفن و خیلی کتاب خفنی هم. اینو نگاه یا ولی ناموسن این کف بازار تهران ها. شما الان ناموسن کسادی رو ببین، کف بازار تهران. قال مادر مثلا تجارت این مملکت میده. اون لیستش گوشش اینه. ببین پارو زده چند؟ 1,700. این زده 2,300. بله 1,700 2,300. این زده 2 تومن، این زده 1,900. پیتزا برو غلطکی 500 تومن 300 تومن. داره اذیتم. تخت کار 650 750. 1,250 1,100. چاقو رو که ریده با این قیمت دادنش. قابلمه رویی 800 تومن 750. تابه 1 این هم اینجاش چیه؟ این جمع شد جازف شد. چجوریه جمع میشه تو خودش؟ جمع میشه یک اون دستی کوتاه شد.
مثلا 30-40شه. نداری از این نداشته باشه؟ از اون مدل باید کیلویی و این کیلویی ها باید بگیرم. 2 تا 30 میخوام. یه دونه 60 یه دونه 40 هست. آره. دو تا بعد از همین آهنربا هم داری؟ آره یه دونه این آهنربا هم بزنیم. قابلمه رویی که نداری باید بریم همون رستوران بگیریم. اوکی. خب مایتابه چیه داستان؟ تابه دردار میخوای دسته دار بوک میخوای صاف ووک به چه کاری؟ ووک همونه راحت تر میشه توش ویلی ویلی کرد عشقش بیشتره یعنی 20 سجاد این 20 دو تا 20 22 این 20 و 30 اینا رو یه لحظه یه دونه 22 یه دونه یه دونه 26 بعد 28 هم داره حالا اونجا یه دونه 38 یه دونه هم 40 چجوری باش کار میکنن؟ اینا دو سره دیگه هم رشته میکنه هم صاف میکنه. جدی؟ بازیشو نری ببینیم چجوریه؟ نمیدم اینو آها با این وریه خلال میکنه؟ خیلی هم پیسا خیلی با موضوع نه بابا یه دونه از این بهم بده یه دونه هم این معمولیه خیلی سپرده باز از این دست پلاستیکیاش نمیده یه دونه هم از این ملک میکنه 1/3 8 تا بدنم میلرزه میگه 1/6 متاسفانه 8 تا 1/9 هم 6 تا خدا باید بیایم همه اینا رو دو برابر دوباره بیام بخرم آره بذار پس یه بار دیگه نگاه کنیم آقا تخت 30/40 2 تا 60/40 یه دونه قیمت ها رو خدا وکیلی یه جوری بزن هر کیو دیدم لوازم میخواست دستشو بگیرم بگم بیا اینجا یعنی اصلا ردخور نداشته باشه 100 تومن دارم میزنم همه رو با 100 تومن آخرش دوباره یه تخفیف ریزی اصلا من بیارم جوونیم داریم کار رو 10 سال پول جمع کردم تا این لامصب بازم بگیر فیلم اینا رو بگیر سعید او اینو من پخش نکنه یه سفرم بعدش میرید میشینید اسکول هم میکنید خب تخت ها که نمیشه پیتزا برد پارو قابلمه رویی هم بریم
بشه 38 تا 8 سال. اینا با هم فرق خیلی با هم. این کارتونه ببین بد آنلاکس داره ها، این بد آنلاکسی. به به.